به خاطر رفتن به جای بهار آتاهان، به خاطر که گزارش جعلی DNA را استفاده کرده و خانواده آتاهانا را فریب دادی علیه تو ادعای جرم صورت گرفته. به خاطر گرفتن اظهاراتت به حوزه میریم. کی شکایت کرد؟ هولیا شکایت کرده. او تحمل کردن نتونست. او چی رقم یک آدم است. اینجا پدرم در حالت جان دادن است. وضعیتش بسیار خراب است. شاید دیگه نتونه قدم بزنه. حالا وقتی امی ادعای جرم کردن است اسماعیل، تو هم مصروف همین کار هستی. بیبی افسون نباید تو را به حوزه ببرم. لطفاً به ما مشکل جور نکن. گفتی مشکل؟ اسماعیل در مورد کدام مشکل کپ میزنی ها؟ کسی که در مشکل است او پدرم است. او از مرگ برگشته. پدرم خدا به دار زده بود. او چه رقم ادعای جرم کردن میتونه؟ حالا باید با این موضوع خودم مصرف کنیم؟ اسماعیل، پدرم باید عملیات شود. به خاطر عملیاتش به پول نیاز داره. او غیر از من کسی دیگران نداره. یک بار پدرم به خود بیاد، باز به خواست خدا وضعیتم میبینی. بعد از اون دلت که مرا دستگیر میکنی، ولچک میکنی یا پیش سارنوال میبری، هر کاری که میکنی بکن. اما حالا وقتی این کار نیست اسماعیل. حالا وقتش نیست. لطفا اسماعیل، صدقه جواب میکنه نکن. حالا وقتی این کار نیست. بیبی افسون، من تنها میتونم برات 24 ساعت وقت بدم. دی 24 ساعت پیسه پیدا میکنی نمیکنی، هر کاری که میکنی بکن. از خاطر گذشته کمرایی تو داشتم من خبرت کردم میتونم. 24 ساعت. بسیار تشکر. مرا خوب در کردین. زنده باشی. افسون، فردا همین ساعت تو را از همینجا میگیرم. فهمیدی؟ برای آخرین بار برات اختار میتم. لطفاً مرا پشیمان نساز. درست است؟ درست است. بیادر. درست است چنگیز، درست است. شام بخیر، شام بخیر، شام بخیر. ملا صاحب، خیرت از خانم غنیمت. براتون بسیار یک گپ مهم من میگم. حالا خوب به گپایم گوش کنی. بهار، تو خوب نیستی؟ نه خیر آتش، استراحت کنم خوب میشم. بهار